بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا، دلید که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. ما جای شما خالی. امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد که هر دو امامزاده عزیز در یک حرم باصفا هستند، اینجا شرف حضور داریم و نایب الزیار شما هستیم در استان مقدس قم. خیابان امامزاده ابراهیم، اسم این خیابون هم در واقع خیابان امامزاده ابراهیم هست. از فرزندان با 5 واسطه به امام کاظم علیه السلام میرسن و انشاءالله که شما هم خیلی زود مشرف بشین به این مسجد شریف و باصفا. در ادامه بسته ویژه برنامه یاد خدا به مناسبت ایام فاطمیه و ما بین دو روایت 75 روز و 95 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، توی این در واقع از این برنامه به بعد در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین کفیل خواهیم بود و با موضوع جدیدی که باز هم طبیعتاً محور بحثمون حضرت صدیقه طاهره است. انشاءالله گفتگومون رو شروع خواهیم کرد بعد از یه فاصله که میگیریم و برمیگردیم. بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما من سلام و خیر مقدم بگم با جای کفیل. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. مخلص و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. جا داره تسلیت بگم ایام رو زنده باش. انصافاً حالا فاطمیه تو فاطمیه شده، گاهی آدم میگه چرا دوتا، فاطمیه اول فاطمیه دوم، ولی حقیقتاً یه لطفی بوده. یعنی گاهی حالا اشتباهات تاریخی یا هر دلیلی که داشته، خدا در حق ما لطف کرده که بتونیم پیوندمون رو بیشتر کنیم. چگونه شب قدر 3 شب شدنش لطفه. آره. گاهی آدم خیلی دنبال میگرده که شب قدر 19 21 23، ولی اهل دقت خوشحالن، میگن آرام آرام مهیا میشیم. یعنی گاهی یک شب بیاد و بره، آدم بگه خب آمد و رفت، ولی وقتی 3 شب شد مهیا میشه، آماده میشه، بهره بیشتری میبره. بهره عالم به دست حضرت زهراست. یعنی هر کسی در عالم به تعبیر امروزی ها کس شده با یا فاطمه شده. جانم. یعنی عملاً از بدو خلقت گرفته، یعنی از بدو خلقت همه مخلوقات عالم یه انسی با حضرت برقرار کردن. اونها که این پیونده رو خوب برقرار کردند بالا رفتن تا عالم هستی نبی شدن، رسول شدن، اولوالعزم شدن، تو بحث امامت امام شدن. یعنی این بانوی است که گاهی ما خیلی دقیق هم نشیم، اول دوم 75 روزه 95 روزه. حقیقتا الان که یه زمینه فراهم شده، این 20 شبه رو یا فاطممون قطع نشه. الهی آمین. انشاءالله که چنین توفیقی برامون باشه و بهره ببریم و انسمون بیشتر باشه انشاءالله. یه ذره عجیبه اینکه ایشون کلن در پرده ای از سترن، هم شأن و مقام و شخصیتشون که حالا شما هم اشاره کردیم که امام صادق هم فرمودن هر کس لیلة القدر رو بشناسه. ایشون رو تشبیه کردن در باب لیلة القدر، اون وقت از زهرا رو شناخته که خدا هم تکلیف ما روشن کردن دیگه و ما ادراک ما لیلة القدر. هم شأن و جایگاه و قدرشون مخفیه، هم قبرشون مخفی است، هم مثل شب قدر که شما فرمودید فاطمیه ها 2 شده، نمیدونیم کدوم دقیق تره. و عرض میکنم نمیدونم این چه برنامه ریزیه که خدا انجام داده راجبه این وجود نازنین، یا چطور شده که از هر نظر از هر زاویه نگاه میکنیم واقعا از درک ها دورن. قابل دسترسی نیستن.
حالا نبودن یعنی این طرفی هم میشه گفت خدای بستری رو برای شناخت فراهم کرده. یعنی وقتی خدا در فضیلت قدر شب قدر تعریف میکنه یا به تعبیری سوره نازل میکنه و یکی از والاترین سوره های قرآنی سوره قدر میشه، سوره که میگن دائما هم در نمازت خونده بشه. موقع در روایت میگن که لیلة القدر فاطمه و عملا کسی هم نمیتونه و ما ادراک ما لیلة القدر که زیبا فرمودید هست. عملا خداوند متعال داره یه زمینه هایی رو بر ما فراهم میکنه، یعنی بستری رو فراهم میکنه که به این سمت حرکت کنه. گاهی ما یک موضوعی رو میگیم نشده، ممکن نیست، غیر ممکنه، نمیشه فهمید، نمیشه شناخت، اما یه موقع میگیم نه، خدا خواسته این اتفاق بیفته، اهل بیت خواستن این اتفاق بیفته. به همین دلیل اصلا اهل بیت یه دغدغه جدیشون معرفی مادرشون بوده. همونطوری که شب قدرم بالاتر از 1000 ماهه، خیلی جای خاصی داره، اما ما رو رهنمون کردن برای اینکه بفهمیم چه خبره. به این شب یعنی عظمت رو بیان میکنن، جایگاه رو بیان میکنن. آره میگن این کارو بکنید، بهترین عملش اینه، نمیدونم این سوره ها رو بخونید، بشینید فکر کنید، بالاترین عمل فکر کردنه. یعنی ما رو تو مسیر باز شناخت شب قدر قرار دادن. این دلیل نمیشه که ما سراغ شب قدر نریم، درست مثل حضرت زهرا. وقتی آدم اهمیت موضوع رو بفهمه به سمت موضوع حرکت میکنه. افرادی به سمت یه موضوعی حرکت نمیکنن که جایگاه موضوع نمیدونن یا سخت بودن مانع میشه. ولی وقتی من بدانم موضوع چه نقشی در عالم داره و چه جایگاهی داره و من چه نیازی دارم. گاهی نیازه کسی هم شب قدر میخوابه، میگه اومد و رفت، خوابیدیم. یک کسی اصلا ماه مبارک رمضان میاد و میره غافله. یک کسی هم فاطمیه میاد و میره، میگه رفت، فاطمی اول گذشت، دومم میگذره. اما وقتی من اهمیت موضوع رو بدانم به سمت موضوع حرکت میکنم و خداوند متعال کنه فرجه‌ای بر ما قرار داده که اگه یه لحظه غفلت کردی، 2 لحظه غفلت کردی، من برات یه زمان باز قرار دادم، یه زمان وسیع قرار دادم. از این وسعت زمانی استفاده کن تا بتونی به یه نتیجه برسی. کنه مثل پدر و مادری که رحم میکنن به بچه‌شون، میگن اینجا نشد اونجا نشد، ارفاق میکنن، تشویق میکنن، مدارا میکنن. مثل معلمی که نمیخواد دانش آموزش از کلاس خارج کنه، کنار میاد آی زمینه فراهم میکنه، میگه تو رو میخوام نگهت دارم. خدا دلش میخواد ما رو تو مکتب حضرت زهرا نگه داره. خدا میخواد ما از این مکتب جدا نشیم. چون میخواد جدا نشیم، چون میگه اگه جدا شدی دیگه هیچی نداری، دیگه عملا تو عالم انسانی به اون انسانیت نرسیدی، به اون هدف خلقت نرسیدی. چون محور حضرت زهرا، یعنی عملا محور عالم، هدف خلقت همه به حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده. خدا چون دلش نمیخواد من بنده از این مدرسه جدا بشم، خدا میگه من به گونه‌ای بسترسازی کردم که شب اول نمیای، شب دوم نمیای، فاطمی اول نمیای، همینجوری به تلنگر میزنم، بسترسازی میکنم تا بشینی سر این سفره و بهره مند بشی. خب فرمودید این زمانی این حرکت شروع خواهد شد و امتداد پیدا خواهد کرد به سمت اون قله، به سمت اون هدف که ما اهمیت کار رو درک کنیم، بدونیم به کجا میخوایم بریم و برای چی داریم میریم و اون اهمیت و جایگاه و رتبه اون هدف کجاست. یه ذره برای ما روشن بکنید در ارتباط با حضرت زهرا و زندگی حضرت زهرا که قله کجاست، هدف کجاست، که بعد ما حرکت اگر انشاءالله تو مسیر هستیم سریعتر گام برداریم تا بتونیم مقله برسیم. این تو ذهنتون باشه، راجع به این از هجر و صلات نسین شروع بکنیم. و نکته دوم این که اساساً تو زندگی حضرت زهرا، مایی که امروز 1400 سال از اون زمان حدوداً گذشته، الان ما تو زندگی سراسر خیر و برکت صدیقه طاهره که 18 بهار از خود اون گرفتن، ما چی رو کنکاش کنیم؟
الان، یعنی مهمترین چیزی که تو اون زندگی از زهرا باید ما کنکاش بکنیم و به روز ازش برداشت بکنیم اون چیه؟ دلم میخواد راجع به این موضوعات صحبت بفرمایید بعد از فاصله که میگیریم و تو این فاصله به مقدار ذهن مردم بیشتر درگیر این صحبت ها بشه و برگردیم. فرمایشات شما بشه. اجازه میدین؟ در خدمت. ما خدمت شما هستیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا یاد خداست. موضوع برنامه‌مون حضرت زهراست سلام الله علیها، مهمانمون حجت الاسلام المسلمین کفیل عزیز. قرار شد به ما یاد بدن که و آموزش بدن که اهمیت هدف بحث ما در سیره فاطمی چی هست و ما در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال چی بگردیم امروز روزمون توی زندگی همون. یعنی در واقع مهمترین برداشت و توی این اقیانوس مواج اگر ما به غواصی بریم اون درخشانترین در و گوهری که برای امروزمون میتونیم برداشت بکنیم که به کارمون بیاد اون چیه؟ ببینید ما وقتی در مورد کارهای شخصیتی بحث میکنیم باید ببینیم او چه بوده و چه کرده. ما گاهی کارهای فردی رو میگیم، مثلا میگیم کفیل این کار رو انجام داد. خب چی بوده این کار انجام داده؟ یه طلبه جزئی کار انجام داده. ولی وقتی میخوایم پیرامون حضرت زهرا و کارهای حضرت زهرا نظر بدیم، حالا نظر بدیم که به تعبیر الگوگیری کنیم، باید اول ببینیم چه کسی چنین کرده. یعنی فاطمه ای که فرد سوم عالم هستیه، بعد از نبی خاتم و امیرالمومنین ای بانو نفر سوم عالم، بانویی که از تمام امامان بالاتره به جز مولا الموحدین. یعنی عملا ما اگر میگیم امام حسین با این همه عظمت، امام صادق، امام عصر سلام الله علیهم، جالبه فقط به امنا فاطمه استناد میکنیم. روایات متعدد داریم جایگاه حضرت زهرا تو عالم. این بانویی که عملا از همه بالاتره، بانویی که کل آیه قرآن در وصفش آمده، تعداد زیادی آیه قرآن، چقدر روایت در فضیلت این بانو آمده. این بانو چه میکنه؟ این بانو رو وقتی ببینیم یه افقی داره، یه محوری تو زندگی تعریف کرده، دین بمانه. فاطمه نه، به تعبیری علی نه، بابا نه، دین بمانه. چون اونها هم برای ماندن دین در واقع. یعنی من گاهی تمام دغدغه‌ام اینه شوهرم بماند، شوهرم خانه نشین نشود، بچه هایم خانه نشین نشود. یه موقع نه، نگاه هم توحیدیه، اوج توحیده. صدیقه اطهر تمام وجودش خداست. صدیقه اطهر تو عالم به جز خدا نمیبینه و تمام دغدغه‌اش احیای دین خداست. چون دغدغه اینه دیگه، وقتی وارد موضوع میشه نمیگه من مصیبت دیدم، من پدر از دست دادم، من برای همسرم این اتفاق افتاده، من برای فرزندم این اتفاق افتاده. میگه این دین باید بماند ولو بلغ ما بلغ. این مهمه. چه انسانی کار انجام میده وقتی موضوع براش مهمه. بلا تشبیه بخوام بگم، آدم یه موقع بچه سرطانی داره، نه بچه مریضی داره، میگه این تا 1 ساعت دیگه به دکتر نرسه این اتفاق براش میفته. دیگه نمیگه از چی بزنم چی بشه، الان باید استراحت کنم، الان خوابم چی میشه، الان این اتفاق میفته. میگه اگه باید بدوم من باید بدوم. اگه هیچ ماشینی هم نیست، هیچ رسیده‌ای هم نیست، باید بچه رو بغل کنم. اگه بزرگم باشه باید رو شانه بذارم، باید بدوم میدوم. فرزندم باید سالم بماند. حضرت زهرا میگه دین باید بماند. به حضرت میگن محسنتون رو شهید کردن، به حضرت میگن اتفاقات براتون تو کوچه های مدینه رخ داده، پدر از دست داده، همه درست، اما علی نباید خانه‌نشین باشد. به نظرم بحثشون حد اقل دین هم نبوده. بله. اتفاقا برای حد اکثری دین، جدای از حد اکثر دین، اگر امیرالمؤمنین حاکم نشود دینی نمیماند. یعنی اگر دین را نبی خاتم ما اوذی نبیون مثل ما اوذید 23 سال برای این دین زحمت کشیدن، اگر خداوند متعال قرآن کتاب آسمانی فرستاده، نبی خاتمی کتاب رو بر مردم بیان کردن،
این کتاب تبیین شده، این کتاب باید بماند، این شیوه باید بماند، این رسالت باید بماند. من باید چه کنم؟ یه موقع من میگم خب من کارم انجام دادم. من کافی امشب منبرمو رفتم بس دیدم. بله. به من میگن آقا چیکار کردید؟ چی ما مثلا فاطمیه 3 شب منبرمون رو رفتیم آمدیم. آقا تبلیغمون رو کردیم. آقا درسمون رو دادیم. آقا فلان کار انجام دادیم. روزمون رو گرفتیم. گاهی به کسی میگن فاطمیه اومد رفت چیکار کردی؟ خب چند شب خدا رو شکر توفیق پیدا کردیم روزه گرفتیم. میگن با دین چه کردی؟ اونجا آدم نمیگه من این کارو انجام دادم دیگه کار دیگه وظیفه من نیست. ما تو نظام زندگی برای خودمون یه کاری رو تعریف میکنیم. بعد وقتی یه کاری برای دین انجام میدیم و فکر میکنیم دیگه مثلا ترکوندیم. خدایا ما کارمون انجام دادیم، ما وظیفه‌مون انجام دادیم، دیگه وظیفه‌ای بر ما نیست. وظیفه بقیه چی میشه؟ حضرت زهرا نفرمودن وظیفه بقیه چیست، وظیفه من چیست. نگفتن بقیه به وظیفه عمل نمیکنن. خیلی مهمه ها. یا فاطمه تو مدینه کی مطابق وظیفه‌ش عمل میکنه؟ این مردمی که اوس و خزرج بودن، این مهاجری که هیچ کس نبودن، به نور نبی خاتم سلام الله علیه کس شدن، جایگاه پیدا کردن، به انسانیت رسیدن، به خلیفت اللهی رسیدن. همه اینا مدیون نبی خاتمن، مدیون پدر بزرگوار شما هستن. اینا الان برای دین دارن چیکار میکنن؟ اینا تو خانه ها آرمیدن، اینا مشغول استراحتن. حضرت به این نگاه نمیکنن. ما گاهی میگیم خب همسایه‌مون چیکار کرد؟ ما تو محله ما روزه میگیریم، اون بغلی چیکار میکنه؟ وقتی فاطمی میشیم دیگه نمیگیم برا من سخته، من ندارم. یک کسی میگه آقا من دوست دارم روزه بگیرم اما ندارم. گفتم این ندارم یعنی چه؟ وقتی عظمت موضوع رو بفهمی دیگه ندارم نمیگی. وقتی بفهمی برای دین باید یک گامی برداری دیگه نمیتونم نمیگی. دیگه نمیگی خسته شدم، دیگه نمیگی من 10 سال کار انجام دادم، دیگه نمیگی من عمل به وظیفه کردم، میگه نه من هر آنچه دارم از یا حسین دارم. سلام الله سلام الله. مردم مدینه اینو نگفتن و به سر دین این آمد. حضرت آمدن به مردم تبیین کنند اگر مدیون دینید این دینتون به نماز ادا نمیشه، این دینتون به روزه ادا نمیشه، این دینتون به حج ادا نمیشه. گاهی انسان میگه خب من الحمدلله پیامبر آمدن دستور به حج دادن، خدا رو شکر ما مکه‌مون رو میریم، خدا رو شکر ما کربلامون رو میریم، خدا رو شکر ما نمازمون رو میخونیم، خدا رو شکر ما روزمون رو میگیریم، خدا رو شکر ما متدینیم. حضرت فرمودن نه، دینتون به چی ادا میشه؟ دینتون به این ادا میشه که برای امامتون قدم بردارید. من یه موقعی حرم به زائرا میگفتم، زائرا امام رضا علیه السلام سلام الله علیه، گفتم وقتی میای حرم فقط نگو امام رضا ممنونتم اومدی مشهد، اومدم مشهد، امام رضا دستتون درد نکنه توفیقم دادید. یه موقعی هم به امام رضا بگو امام رضا چی کارم داشتید صدام کردید بیام مشهد، من چه وظیفه‌ای دارم؟ الان که لایق شدم آمدم کربلا زیارت قبر امام حسین علیه السلام، چرا من دعوت شدم؟ چرا به من توفیق زیارت دادند؟ وقتی انسان این گونه نگاه کنه، حضرت نگفتن خدا رو شکر من موحدم، خدا رو شکر من شیعم، خدا رو شکر علی را دوست می‌دارم سلام الله علیه، خدا رو شکر بچه‌ام اهل بیتین. گفتن الان این علم دارد زمین میماند، این علم باید بالا برود. همه مدینه خوابیدن، من بیدار میمانم. که بیدار میماند؟ فاطمه پهلو شکسته. که بیدار میماند؟ فاطمه‌ای که وقت استراحتش، فاطمه مصیبت آخه ای بیدار میماند. یعنی یه بانویی که انصافاً شاید خواهرای عزیزمون من کم ندیدم، یه مصیبت برای خانومی رخ میده چقدر میسوزه. اونم که پیامبر طبیعیش بود بعد از رحلت پیامبر تا 1 سال تا 2 سال تا 3 سال حضرت زهرا فقط برن به تعبیری مسجد النبی سر قبر پیامبر، پیامبری که از بچگی نقلین حضرت زهرا رو سرشون رو سینه‌شون میگذاشتن و تو آغوش میگرفتن. کار دائمی پیامبر بوده.
میبوسیدن، موها رو شونه میکردن، سفرها روایت رو شنیدیم پیوسته. این پدر از دست داد. میبویدن و میفرمودن من بوی بهشت میبرم. این بابای عاشق، این بابایی که وقتی از سفر میاد وارد خانه میشه. خیلی سخت بوده جدای پیامبر از حضرت زهرا و جدای صدیقیت از پیامبر. ببینیم انصافا دو عاشق چی به سرشون اومده. بعضیا فکر میکنن عاشقن، عشق تو اهل بیت بوده. اصلا این عشقی که تو وجود توحیدی اونا بوده ما هیچ وقت بهش نمیرسیم. هیچ دختری در عالم به اندازه زهرای مرضیه پدر را دوست نداشته. عاشق بوده، میفهمیده مفهوم عشق رو. خب این پدر از دست رفته، باید چیکار کنه؟ باید سر قبر بابا بشینه، باید تو خانه زانوی غم به بغل بگیره. اما چیکار میکنه؟ در خانه انصار و مهاجره. چرا؟ بیبی جان به تعبیری بسه، یه محور براشون مهمه. این علم دین نباید پایین بیاد، این حاکمیت دین باید رخ بده. اگه این موضوع واقعا برای تک تک شیعیان ما موضوع میشد، فرد هیچ وقت نمی گفت من به وظیفه خودم چیه؟ عمل کردم. هیچ وقت نمی گفت خدا رو شکر ما که کارامون انجام دادیم، ما که مثلا اینقدر برای دین خرج کردیم، ما که زندگیمون و این گام ها رو برداشتیم در زندگیمون. نه، هر چه قدم برمی داشت باز می نشست فکر می کرد خدایا من کجا؟ زهرای مرز. بله. و یه جوری هم عمل کردن که جای هیچ عذر و بهانه‌ای رو برای هیچ کسی نذاشتن. بله. یعنی عذر نمیدونم عزادار بودن، داغدار بودن، مادر بودن، همسر بودن، باردار بودن، نمیدونم هر جوری حساب میکنی دیگه جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای هیچ کسی. حقیقتا اتمام حجت. آره واقعا. تو بدترین شرایط، تو بدترین وضعیت، چه مدینه، چه وضعیت جسمی، چه برای امیرالمومنین، تو همه اینها باز سکوت نکردن. خب حالا راجع به این، حالا اتفاقا یه جاهایی سکوت کردن ولی سکوت سرشار از فریاد. این بحث رو انشالله ادامه میدیم در جلسات آتی به شرط توفیق و حیات و استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم برای امروزمون. انشالله بتونیم تدبیر کنیم زندگی های امروزمون رو با تنظیم کنیم با روش زندگی از زهر. عوامی ندارین؟ سلامت باشید، زنده باشین، اجرتون با خود وجود مقدسش. خیلی ممنونم که تا پایان دل دادید به برنامه خودتون یاد خدا. خدا کنه که حضرت مادر یه لبخند رضایت به لبانشون بنشینه برای من و شما که دو دنیا برامون به نظرم بس. الهیا التماس دعا یا حق. خداحافظ.